سلام كمسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس عقیده را از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه دوام می‌دهیم. موضوع امروزه باشد تکفیر مؤمن روا نیست. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند: ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها ولا نزيل عنه اسم الإيمان ونسميه مؤمنا حقيقة ويجوز أن يكون مؤمنا فاسقا غیر کافر. یعنی هیچ مسلمانی را به سبب گناهی از گناهان حتی اگر کبیره باشد به شرطی که آن را حلال نداند تکفیر نمی کنیم، یعنی کافرش نمی حسابیم. اسم ایمان را از او سلب نمی کنیم و او را حقیقتا مؤمن می نامیم. گاهی ممکن است که یک مؤمن فاسق باشد اما کافر نیست. دوستان عزیز، اکنون بیایید شرح گفته های امام ابو حنیفه را ببینیم. در اول گفتند که ولا نکفر مسلما بذنب من الذنوب، هیچ مسلمانی را به سبب گناهی از گناهان حتی اگر گناهی کبیره کرده باشد به شرطی که آن گناه کبیره را حلال نشمارد ما او را کافر نمیخوانیم. یک شخصی مسلمان است، گناه میکند، حتی گناهی کبیره صادر میکند، از جمله ترک نماز و ترک روزه و عرق نوشی و قماربازی و ریباخوری و این کار را انجام میدهد، ولیکن این گناه را حلال نمیشمارد، او از ایمان خارج نمیشود. هر وقتی که این حرام کرده را حلال شمارید از ایمان خارج می شود. دوستان این قاعده را فراموش نکنید. هر وقتا که یک مسلمان یک حرام کرده خداوند را حلال شمارید، به مانند گوشت خوک را حلال شمارد یا قمار و ریبای و زنا را حلال شمارد از ایمان خارج می شود. و این چنین هر وقتا که یک مسلمان یک حلال کرده خداوند را حرام شمارید از ایمان خارج می گردد. و اگر شخصی مسلمان حرام کرده خداوند را حرام دانسته آن را انجام داد یا که حلال خداوند را حلال دانسته آن را ترک کرد، چنین شخص را فاسق گویند، یعنی شخصی که گناهی کبیره کرده است. امام ابو حنیفه در دوام می فرمایند اسم ایمان را از او سلب نمی کنیم، یعنی ایمان را، نام ایمان را از چنین شخصی گناهکاری که گناه را حلال نمی شمارد سلب نمی کنیم و او را حقیقتا مؤمن می نامیم. او حقیقتا مؤمن است، لیکن مؤمن گناهکار، مؤمن فاسق. و در دوام گفتند گاهی ممکن است که یک مؤمن فاسق باشد اما کافر نه. یعنی وقتی که یک مؤمن، یک مسلمان گناه انجام می دهد او را فاسق نامیدن ممکن است اما کافر نامیدن ممکن نیست. پیروان معتزله باشند میگویند که کسی گناهی کبیره کرد از ایمان میبراید ولی در حد کفر وارد نمیگردد. آنها بین ایمان و کفر یک فاصله معین میگذارند. اما اهل سنت و الجماعت باشند به این عقیده هستند که شخصی که گناهی کبیره کند تا آن دمی که آن را حلال نشمارد از ایمان خارج نمی شود. چون ایمان در نزد اهل سنت و الجماعت این تصدیق به دل و اقرار به زبان است، اما عمل به ارکان باشد از کمال ایمان است. در شخصی صادر کننده گناه کبیره این دو وجود دارد، یعنی تصدیق و اقرار. بنابراین او را مؤمن گفته می توانیم. این است عقیده علمای ما اهل سنت
و الجماعت. دوستان عزیز، خلاصه درس این است که هر یک مسلمانی که گناه کبیره را انجام داده آن را حلال نشمارد، این شخص مسلمان است. این شخص مسلمانی فاسق است که گناه کبیره انجام داده است. و هر مسلمانی که گناه کبیره را انجام داده آن را حلال شمارد، این شخص باشد از ایمان خارج می شود. امام ابو حنیفه رحمه الله در دوام متن می فرمایند: والمسح على الخفین سنة والتراویح فی شهر رمضان سنة والصلاة خلف كل بر و فاجر من المؤمنین جائزة. یعنی محض بر موزه ها سنت است. نماز تراویح در ماه رمضان سنت است. نماز پشت سر هر نیکوکار و بدکار مؤمن جایز است. اکنون بیایید شرح گفته های امام را ببینیم. امام در اول گفتند که محض، یعنی محض کشیدن بر موزه ها یا بر مسحی سنت است. این سنت پیامبر است، چون در تاریخ بودند گروه هایی که این سنت را رد میکنند و محض کشیدن بر محضی را از سنت پیامبر نمیدانند و این را انجام نمیدهند. و نزد ما باشد، نزد علمای ما این با حدیث ها آمده است که این سنت است. برای شخص مسافر 3 شبانه روز و برای شخص مقیم 1 شبانه روز اجازت است، یعنی مدت محض کشیدن. در دوام گفتند که نماز تراویح در ماه رمضان سنت است. بله، نماز تراویح نیز در ماه رمضان سنت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حیاتشان 3 روز یا 4 روز با جماعت نماز تراویح خواندند و بعد از این گفتند که هر کس در خانه هایشان خوانند. آن حضرت خوف می‌بردند که خداوند این نماز را بر مسلمانان فرض نگرداند. و بعد از آنی که حضرت عمر خلیفه شدند، آن کس مسلمانان را جمع آورده در مسجد باز این نماز تراویح را جماعت خواندند و تا امروز ما جماعت می‌خوانیم در مسجدها نماز تراویح را. و در دوام میگویند که نماز پشت سر هر نیکوکار و بدکار مؤمن جایز است. نماز پشت سر هر یک امام نیکوکار، خواه امام بدکار، جایز است. ممکن است که پشت سر چنین شخصان نماز خواندن. اگر شخص گوید که فلان امام بدکردار است و این سبب من به مسجد نمی آیم، نماز جماعت نمی خوانم، او خطا کرده است و یک کاری بدعت را انجام داده است، چون هیچ یکی از علما اجازت ندادند که ترک جماعت کنیم اگر امام بدکردار باشد. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.